منجیهای آخرالزمان در ادیان مختلف. در دین زرتشت 3 پسر از نسل زرتشت به نامهای اورشیدر، اورشیدرماه و سوشیانس در سالهای آخر جهان ظهور خواهند کرد و وظیفه سامان بخشیدن به جهان و احیای حیات رو خواهند داشت. در دین یهود ماشیار رهبر موعود هستش که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و نجات دهنده در پایان دوران خواهد بود. در دین مسیح عیسی مسیح دوباره ظهور میکنه و به عنوان ناجی و قاضی نهایی عمل میکنه. در اسلام منجی نهایی امام زمان هستش که در باور سنی ها امام زمان از نسل پیامبر هستش و متولد خواهد شد و عدل و داد رو در جهان گسترش خواهد داد. اما در باور شیعیان امام زمان 12مین امام هستش و از نظرها غایب شده و در آخرالزمان ظهور میکنه و عدل و داد رو در جهان برپا میکنه. در باور بودایی ها میتریا 5مین بودا و آخرین بودا هستش که ظهور میکنه و عدالت رو برقرار میکنه. در هندویسم کالکی آخرین تجسم ویشنو خدای هندوها هستش که برای پایان دادن به تاریکی و برگردوندن نظم به جهان ظهور خواهد کرد.